با درود خدمت شما عزیزان، سروران و اساتید گرامی. با عرض ادب و احترام خدمت شما، من سعی دارم که سررسید 1403 خورشیدی رو با رویکرد به هنرهای رزمی و با نگرش تخصصی به کاراتر رو خدمت شما معرفی بکنم. این سررسید یک صفحه مشخصات فردی رو داره که به صورت تخصصی انجام شده. صفحه تقدیمی در اون وجود داره که شما میتونید به استاد یا به شخص و عزیزی که دارید تقدیم کنید و میتونید متنی رو در پایین اون به قول معروف قرار بدید. صفحه‌ای رو داره که یک نگاه کلی به ماه‌های سال 403 خورشیدی شده و از این صفحه به صورت تخصصی به مطالب فنی و در این حال به روزهای هفته به صورت هم قمری و میلادی اشاره کرده و روزهای مهم سال رو هم ما در اینجا یادآوری کردیم که چه اتفاقاتی در این روزها اتفاق افتاده. شما میتونید مطالب رو که در پایین میبینید، این مطالب به صورت کامل اشاره به مسائل فنی، اخلاقی و انگیزشی و به قول معروف به بدنسازی و ساختار و عضلات بدن پرداخته. این سررسید قابلیت این رو داره که شما تبلیغات سبکی، آیینی و حتی سیستم های کسب و کار و تجارت خودتون رو هم در اون اگه سفارش بدین ما میتونیم به اون اضافه بکنیم. یک نگاه کلی و یک مرور کلی به این تقویم خواهیم داشت و امیدوارم که مورد پسند شما قرار بگیره. این سررسید با جلد سخت با یکی از بهترین نوع کاغذهایی که در ایران الان وجود داره تهیه شده. ویژگی این کاغذ اینه که با نگاه کردن و خوندن به اون چشم رو خسته نمی‌کنه. گرماژ کاغذ در یک شرایط مطلوب و در یک ماندگاری بسیار بالایی فراهم شده. این سررسید به صورت 4 رنگ و با بهترین کیفیت چاپ و صحافی تهیه و انجام شده. امیدوارم سال خوبی رو داشته باشی و این سررسید بتونه کمکی خوبی رو برای شما داشته باشه. ارادتمند شما هستم، شاتریان.